خب بچه ها میخوایم یه دونه متوازی لرزا بکشیم. خب یه خط پایین میکشیم، من به اندازه نقاله میکشم به فاصله مثلا 5 سانتی. یه علامت اینجا میزنم، یه علامت هم اینجا میزنم مثلا. بعد همون اندازه خطی که پایین کشیدم این بالا میکشم و از روی همین خطایی که علامت زدم. خب حالا من اینا رو به هم وصل میکنم. اینم از این. خب الان میخوایم نیم سازش رو بکشیم. مداد مشکی برمیدارم. اول این زاویه رو اندازه میگیریم، میذارم روی رأس زاویه. این خط موازی این تقریبا 130 سانتی متر، 130 درجه است. 130 درجه نصفش میشه 65. این 65 اینجا علامت میزنه. پس نیم ساز این میشه این قسمت. خب برای همینم باز همون 65 باید بشه. 65 اینجا علامت میزنم. این میشه نیم ساز این. خب من نیم ساز این دوتا زاویه رو کشیدم. این کلا 130 بود، اینجا میشه 65 درجه. حالا برای زاویه تند، زاویه تندمون 50 درجه است. نیم سازش میشه 25، نصفش میشه 25. نیم ساز اینم میکشیم، میشه این. ادامه میدم این تا کجا میرسه. پس خودش 50 درجه است، نیم سازش میشه 25 درجه. خب برای اینم همین کار 25 درجه رو میزنیم. اینم میشه 25 درجه میاد تا اینجا. این نیم سازامون بود. خب منظور من این بود، این نیم سازای ما هستش. حالا ما میخوایم اینجا بیایم قطراشو بکشیم. از این رأس به این رأس با همین سبزه رو من بدم. من با این سبزه میکشم. این یکی از قطرامون، اینم قطر دوممون. بس بچه ها دقت کنید، مثلا این زاویه رو نگاه کنید، این نیم سازه، این قطره، این نیم سازه. خب پس نیم ساز با قطر یکی نیست. در متوازی الاضلاع نیم ساز و قطر یکی نیست، روی همدیگه نمیفته.